قدرت موشکی ایران، آنچه باید در فقط چند ثانیه بدانید. ایران پس از حملات قابل توجه در سالهای اخیر، صدها موشک در اختیار دارد. از انواع کلیدی این موشک‌ها میتوان به عماد، خرمشهر 2 و موشک هایپرسونیک فتح 1 اشاره کرد. در حملات ایران به اسرائیل از چندین موشک قوی استفاده شد. تا اینجای ویدیو اومدی یه لایک نمیزنی. زیرساخت‌های پارتاب از لانچرهای متحرک تا سیلوهای زیرزمینی را شامل می‌شود. از جمله پیشرفت‌های اخیر میتوان به موش‌های مانند خیبرشکن و شهید حاج قاسم اشاره کرد. صنعت موشکی ایران با بیش از چندین هزار مهندس، ویژگی‌های پیشرفته‌ای مانند کلاهک‌های چندگانه، قابلیت مانور در مرحله ورود به هوا و طراحی‌های ضد رادار را ایجاد کرده است. برای دیدن اخبار بیشتر حتما کانال ما رو دنبال کنید.